خب بسم الله الرحمن الرحیم. همه امروز بخیر تکست باکس میخوانی. کدام؟ تکست باکس. در اینسرت تاب توسط این کمند می توانیم که نوشته را در بین چوکاٹ بیاوریم. توسط این کمند می توانیم که نوشته را در بین چوکاٹ بیاوریم. به خاطر که زیر توجه مردم باشد، زیر توجه کی باشد؟ مردم. یا توسط این کمند می توانیم که یا در ساحه ناامکان پذیر، در ساحه ناامکان پذیر معلومات را نوشته کرده می توانیم. در ساحه ناامکان پذیر معلومات را چی کرده می توانیم؟ درج کرده می توانیم. یعنی در آشا در سر عکس ببین شاگردا، این تکست باکس خو یکی نیست که پیش مثال ما نوشته کردیم معلومات را. این معلومات هست یا نیست؟ ما میخوایم معلومات در تکست بیاریم. اینجا میم تکست باکس کلیک کو تو بات می یعنی خوبش شما میتونی چرخش بدی، شمار کار کرده میتونی دیلیت کنی. اگر نشد کمپانی برای شما پیش تمپلیت ها جور کده. تمپلیت چیزا میگوید که پیش جور باشه. خب این تمپلیت گفته میتونه. این کار پیج که اینجا بودی تمپلیت هست یا نیست؟ در هیدر پوتر تمپلیت داشتیم یعنی پیش که کمپانی جور کرده باشه برای چی یاد میشود؟ تمپلیتس. اینجا که ما میم شاگردا از تکست باکس میخوایم که تمپلیت استفاده کنیم. اینجا تمپلیت است، میتونین که دیم شاگردا شما نوشته کنین. مثال اینجا نوشته میکنه کولار ایندی کاو شروع کوس بان انتر. معلومات است یا نیست؟ میخوایی معلومات کا کپی بکشی. معلومات چی کشیدم؟ چرا که تمپلیت است. چی داریم؟ تمپلیت. یا انسرت هیدر دیزاین، دیگه دیزاین های هیدر استفاده میکنیم. هم پیش نوشته ثبت است نیست. میدونیم که کدام استفاده شده است او شکلش تغییر کنی، رنگش تغییر کنی، در بینش رنگ باشه یا عکس باشه یا نباشه، اوتلاینش باشه یا نباشه. میبینی؟ افکت 3D و 2D و استیلایی را جور کنی. این نوشتهش کدام رنگ باید بگیره. میبینی؟ اینجا که هست مثالی تکست باکس ما گرفتم. اینجا یک تکست نوشته کردیم. مثال دایرکشن این تکست قسمی نباشه، قسمی باشه. ایده تکست خوانده باشه یا به شکل باشه یا موقعیت کجا باشه. تکست الاین یا کریت بریک اینجا کی پر شده دیگه میرم آمد یا نامد. صحیح؟ اگر میخوای پس ریموو لینک کنی دیستاد باش بریک لینک. کریت لینک جور میکنه، بریک لینک چی میکنه؟ از بین میبره. مشکل خو نیست. تکست باکس آورده میتوانیم یا میتوانیم که از microsoft.com بیاریم تکست باکس بشید، یا ما میتونیم که اینجا درا کنیم. دلخواه اینجا درا کردیم. एक टेक्स्ट बॉक्स दिया मेरा
میبینی؟ یه تکس باکس است که ما خود نمیتونیم گیره. یا در بین تکس باکس یک موضوع نوشته بگیری که زود مردم جذب کنه، فوکسش را شود. از این تکس باکس میتونی که شما سر عکس نوشته کنید. از چی تکس باکس؟ تکس باکس دارید که در بینش رنگ کدام باشه، نوشته کدام باشه. اینجا ما میتونیم که هم یک تکس باکس مثال ثبت کنیم. مثال ما این شپ آورده. Welcome to DT class. این تکس باکس انتخاب است میخوایم که ثبت کنیم. insert سابقی کمان در نبود آلیان شد. بنامه DT ثبتش کن. اگر این باشه یا نباشه شما که اینجا اینی باید کمان حواست ثبت کنیم یعنی اینجا بیا DT رو بکن. اصلا نیست که آورده میتونی با دیگه تکس باکس تغییر میکنی. یعنی توسط این کماند ما میتوانیم که تکس باکس چی کنیم بیاوریم و تکس باکس را استفاده کنیم. از مایکروسافت آورده میتونیم آنلاین. اینجا که است درا تکس باکس. تکس باکس میتوانیم که دلخواه رسم کنیم و آخریش سیو تو سلکشن میتوانیم که در تمپلیت یا اینجا ثبت کنیم. کجا؟ در این موقعیت ما میتونیم که یک تکس باکس را ثبت کنیم. ثبت کرده میتوانیم. اشکال در تکس باکس است؟ خب تکس باکس شکل هر تکس باکس که شما اینجا آوردیا در تکس باکس هر قسم رنگ اگر بخواهی داده میتونیم. در تکس باکس شکل میتونیم که عکس بیاریم. قسم که در شیپ استفاده کردیم. تکس باکس هست. و این کمان هم مربوطی چی میشد؟ تکس باکس. مشکل است این کمان؟ نیست مشکل. کی فهمید؟ تکس باکس اینجا راست بخاطر تکس باکس بخاطر نشته کرده و دارم آسان کارش نیست. دی کارش زیاد کارش بود که چطور کجا رسم میکنی. خب اگزامپلش دوام کویک پارت اول کماند است آتو تکس. توسط این کماند می توانیم که اتومات درباره یک موضوع با تایپ کردن یک حرف یک لغت درباره یک موضوع با نوشته کردن یک لغت معلومات بیاوریم. یک لغت درباره یک موضوع با نوشته کردن یک لغت چی داره؟ معلومات بیاوریم. شاید خوب کماند است. مثال ما شما که اینجا میم اکثریت وقت چی قسم نوشته میکنه؟ میکل آرندی که تایپ کنیم اتومات معلومات میانه می. ما میخوایم اینی معلومات بید بی یا به شکل کل یک پاراگراف بید. چند پاراگراف؟ زمانی که انتر کنی پاراگراف میکنه انتر شما از بین میبره ما. یعنی چند پاراگراف است؟ یک پاراگراف است. ما میگم اینجا میرم در تو تکست ثبتش میکنیم. میگم زمانی که ما پرس نوشته کردیم که انفو یا ولید این معلومات بید بید هر وقت تو بید که نوشته کنی ولید انتر ولید این پروگرام بند کو बहुत سال کنی. مثال درباره نماز یک چیز است، درباره پرمختگ یک چیز است، درباره دیتی است. مثال ما سی وی یک استاد اینجا آورده. مثال استاد نورلا که تایپ میکنه ما بس سی وی است بابا میبینی چرا که اینجا ثبت کردیم. یک دفعه موسیقی قسمی کلا که استاد نورلا انتخاب کردیم اینجا آمدیم شده
اتو ټیکس ثبت اشکال خو نیست صحیح فهمیدید یعنی اتو ټیکس the quick parts اتو ټیکس quick parts دوام document property توسط این کمانड می توانیم که مشخصات یک داکومنت و از پراپرتی بیاوریم داکومنت را از چی بیاوریم؟ از پراپرتی چه قسم شاگردان شما پراپرتی نخواندیم پراپرتی به این معنی به یک لغت معلومات اضافه و معلومات دادن به نام پراپرتی یاد میشد مثال ما اینجا مس ورد است شما چپتر نوشته میکنید اینجا ما فایل پراپرتی ادوانس پراپرتی مثال تایتلش چیست مس ورد عنوانش مس ورد است یا نیست این پسند باز میخوانیم سبجکتش چیست کامپیوتر کی یوزرشان است میرویس و پرمختگ انستیتیوت وکیشنل ایژوکیشن اوکی این فایل پراپرتی داره نه داره میخوای که این الفاظ پراپرتی اینجا بیاری اینجا بید چی میاری آترش کیست کلیک اتومات آمد یا نامد چی میاری اینجا از پراپرتی ما میخوایم سبجکت و کیورد و منیجر و استیتس و سبجکت چی هر چی که میاری یا باز بیم تایتلش مشخصات پراپرتی ورده میتونیم یعنی اینجا ما میتونستیم نوشته اتومات ثبت کنیم با اتومات کی لغت پرس کنیم نوشته بی پایین آمدم داکومنت پراپرتی مشخصات چی ورده میتونیم در پراپرتی که چیز ثبت کردیم داکومنت مشخصاتش چی کرده میتونیم آورده میتونیم اشکال خدایی نیست فیلد نوشته کدام دیگه کامنت چیست فیلد توسط این کامنت می توانیم که کامنت های پروگرام ورد را به شکل شارتکت استفاده نماییم شارتکت استفاده نماییم یعنی کامنت های پروگرام ورد مقابل اینجا چیست موجود است شاگردا ببینید کنترل پلاس F9 آوردن شارتکتش چیست فیلد است اگر مردم که میگه که فانکشن استفاده نمیشه از فیلد استفاده میشه شاگردا فیلد اقسامش و فیلد که چقدر دست دی است چرا که دی بسته پروگرام ورد شامل است زمانی که ورد فهمیدی فیلد میفهمی که ورد فهمیدی فیلد میفهمی او ورد که نفهمی تا شما خو ورد مکمل مانده نه حالا که فیلد ما ورد یک مهم درس بتا مثال مثل ورد باره مجبور است میشه درس بتا ورد که فهمیدی فیلد که فهمیدی ورد فهمیدی خب ما بخیر اقسام و چیزایش باز یک چند دقیقه باز داخل بخیر سرش باز میکنیم آری قدر میخوانیم که کنترل پلاس F9 فیلد آوردم یعنی اینجا مثال دیت باره ما بکش دیت نوشته کرده اینجا رایت کلیک کو فیلد اپدیت فیلد امروز تاریخ است کنترل پلاس F9 ما میگم تایم باره ما بکش رایت کلیک اپدیت فیلد تایم کنترل پلاس F9 اکوال 900 جمع 1200 update field control plus F9 equal 800 منفی 200 right click
update field. Control plus F9 12 ضربی مثال 5000 اکوال نداده میبینی اینجا ما هر فانکشن پیش بردم خود F9 میتونی که پس این اپڈیٹ کنی چرا ریکارد چنان است که ما F9 پریس کنیم یا مثال کنترول پلس F9 file size right click update field इस तरह मिसाल की भी कैरेक्टर से तो सब चीज़िया पर हमारा मुश्किल होने ही सही है नहीं خود زیاد فیلد است که چیزا بخواه از فیلد شما میتونید استفاده کنین رن کنین و اینجا که خود فیلد هم کلیک کنین مثال مکرو بٹن ما میخوایم استفاده کنیم مکرو چی میکنه هر کار که میکنه اینجا مثال آتو ٹیکس یا اپلای یا چی مثال اینجا ما میم اپلای منیمایز زمانه که ام نوشته پریس کده منیمایز بید شما ام که کلیک کنی پروگرام ورد منیمایز شده راش کدام هر کلیک کو اتومات پروگرام ورد منیمایز میشه یہ کاری فیلد سریش بعد از این شاگرده فیلد خو برات فهمیدم میکلار بلدینگ بلاکس ارگانایزر داریم چی داریم بلدینگ بلاکس ارگانایزر blocks organizer توسط این کمند می توانیم که تمپلیت های پروگرام ورد را delete edit و insert نمایم edit delete و چی نمایم insert نمایم تمپلیت های پروگرام ورد را edit delete و insert نمایم ببینید شاگردا تمپلیت خب فامیلی نه تمپلیت چی بود مثال کاور پیج و آتو ٹیکس و مثال یہ آتو ٹیکس تو جور کدی بھی خیر ڈیلیٹ کرے کجا اینجا بنامی جان کے جور کرے یا بنامی اربن سیٹر و بنامی اے یا کی مثال آنے بنامی سلیم ولید جور کر دی ولید چطور ڈیلیٹ کریں دا بلڈنگ بلاکس پہ بری مثال ولید اینجا سینیس ٹیکس باکس ڈیلیٹ بھی کریں انسرٹ ڈیلیٹ بھی کریں ولید کیا اینجا ڈیلیٹ کر دی آنے بے دا ٹیکس باکس دا آتو ٹیکس اینجا ہم نیس منامی کی نیس ولید معلومات شده ختم شد میخوایی که امو رقم کاور پیج یک نفر برات میگه دیلیت کو امی کسم یک نفر برات میگه که تکس باکس سیمپل تکس باکس یا استون کوتو استین سبر یعنی یک دانا یا فایست کوت یک شما دیلیت میکنه که دیلیت میکنه چیزا را اینجا به بلدینگ بلاکس کل مجموعه مو چیزاست مجموعه تمپلیت یا که تو جور میکنه مجموعه هم اینجاست کار پیج میکنی چیزیں ہیڈر فوٹر نمبر ہیڈر میں خیلی سرکل والا ہیڈر ڈیلیٹ کرنے ماں او که اینجا ڈیلیٹ کرده از اینجا مزبین نه گرداناست اگر یک نفر از تو پرسان کنه که چیزا ما جور میکنیم یا چیزهای تیبل باشه تمپلیت جور شده از کجا ڈیلیٹ میشه شما باید بی بلدینگ بلاکس مجموعش کجاست بلدینگ بلاکس تیبل ها میبینیم تیبل ها هم تکس باکس ها رو میبینیم اینجا کلش مجموعش می از اینجا میتونیم از بین ببریم دی مشکل نیست چیکار میکنم؟ تمام تمپلیت ها را از پروگرام
complete has been board kami اشكال skip selection to quick part gallery save selection to quick part gallery توسط این کامند می توانیم که معلومات را در کویک پارت ثبت نماییم. کویک پارت همیشه سی کامند کویک پارت هم داره. معلومات را در کجا ثبت نماییم؟ در کویک پارت ثبت نماییم. خیلی به شکل موقتی یعنی دیگه پروگرام کار میکنه دیگه پروگرام باز مجبور است باز کنی باز اینجاست. به شکل چی؟ موقتی. ببین این معلومات رو همیشه انتخاب کردیم که انتخاب کنی خود اتومات آن شد یا نشد. سابق خود آن نبود. آره ببینی که انتخاب نباشه این کامند ها آفس نیست. زمانی که میخوای آن شو انتخابش کو کویک پارت آن بنامی چی؟ بنامی کریم سیو آن میتونی که از اینجا بیاوریم میبینی در کویک پارت ما میتونیم معلومات خود را ثبت کنیم از طریق کدام کامند؟ از طریق این کامند خاطر موقت میتونیم ثبت کنیم. موقت به این معنی که پروگرام بند کنی کلوز کنی پس چالان اینجا نمیباشه. خب دیگه کامند داریم بنامی ورد آرت. کدام کامند است؟ ورد آرت. توسط این کامند می توانیم که نوشته را به شکل ابجکت بیاوریم. نوشته را به شکل چی آورده میتونیم؟ ابجکت بیاوریم. یا نوشته دیزایندار آورده میتوانیم. نوشته کدام قسم؟ دیزایندار آورده میتوانیم. ببینید شکل اینجا کویک پارت میم کدام اینجا نوشته میارم این نوشته است اینجا ایکوال آر این دی معلومات هست یا نیست؟ میخوایی با معلومات دیزاین رنگ چیز بدهی اینجا خدا اگر اینجا نشدم اینجا رنگ داره میبینی دیگه امور دیزاین آورده میتونه. میخوایم دیگه را بیاری این باشه دیگه میارم از اینجا باید بیاری میبینی اگر میخوایی که با مو یک دانم اینجا رنگ بدهی از کجا باید استفاده کنی؟ از اینجا باید استفاده کنی. میبینی اگر رنگ میده از اینجا استفاده کنی اگر بخواهی یک باشه دیگه بیاری چی باید کنی؟ از اینجا باید کنی. یکشی مثال است دیگه میارم ریزین های مختلف. حالا چه قسم دیزاین های مختلف؟ ببین یه ولی انتخاب کردیم کدام دیزاین میدی؟ اینجا این دیزاین است کدام؟ به شکل باشه با این شکل هم آورده میتونیم. صحیح؟ شما اگر یک سرتیفیکیت و دیزاین و چیز که دیزاین میکنی با رقم خود نشته باید استفاده کنی استیل های مختلف بدین یا رقم دیپلم باشه هرچی باشه جور کرده میکنی. و دیگه خوبیش کجاست؟ اگر ای دیلیت کنیم
عکس میارم مثلا اینی عکس آورده سر ازی عکس میخوای چیز نوشته کنی insert ورارت از کجا از اینجا this is somewhere خوب میچنگ میکنم بینشته میبینی یعنی شما میدونین که عکس باشه یا دیگه باشه از این نوشته هیچ اگر تکست باکس ما چیز نوشته کرده مجبور هستیم که بگراوندش از بین ببریم چرا که سفید می یعنی دی بگراوندش هم کدام ضرورت نیست در چی ضرورت نیست در بگراوندش هم ضرورت نیست نوشته کو دلخواه هر جایی که میاری ورده میتوانیم یعنی اینی ورد است ورد نوشته مختلف دیزایندار غیر دیزایندار هر کدام از اینجا چی کرده میتوانیم استفاده کرده میتوانیم و هم میتوانیم که بیاوریم خود در ورد زمانی که ورد نوشته شد اینجا در شیپ برات باز کرده بودم این مربوط ورد میشه اگر بخوای که با تکس رنگ بدهی اینجا بیا میبینی کدام رنگ با تکس میدی اگر میخوای که به این رنگ مابینیشن است و اگر بخوای که اوتلاینش رنگ بدهی و اگر اینجا میخوای که کدام تغییرات یا شیپ یا دیزاین و نوشته تن میخه ایرا در هوم تاب چی کردیم خواندیم مکمل در کدا خوانده بودیم در هوم تاب ای چی بود ودارد دیگه یک کمان شگرده میخوانیم بنامی drop keep نشته drop keep توسط این کمانड می توانیم که حرف اول پاراگراف با حروف کلان و با اندازه کلان بیاوریم با حروف کلان و با اندازه کلان چی کنیم بیاوریم و با اندازه کلان بیاوریم ببین شاگردان سال کلار هندی قوس شروع دو پاراگراف باشه هر پاراگراف 9 لاین داشته باشه این دو پاراگراف هست نه این دو پاراگراف استاد است میخوام که اخبار واره میاریم حرف اولش کلام میانه در داخل پاراگراف است از بیرون از پاراگراف دیگه پاراگراف استاد است ما تا واقعیت نمیشه اگر میخوایم که یک حرف کلان کردیم اینی میخوایم که با اندازه چند لین کلان شود میخوایم با اندازه 7 لین چقدر دور باشه نوشته ای کلان با اندازه 7 لین کلان شد خواهی قدر دور است در دیگه پاراگراف میخوایم که با کدام شکل میخوایم با این شکل میخوایم بیرون با اندازه 2 لین خب کم باید دور باشه دیگه نہیں با شکلی که شما اخبار یا دیگه چیز که میبینی اگر معلومات اگر میخواستی که حرف اولی پاراگراف را کلان بیاوری باید دراپ کیپ استفاده کنین کدام کم دراپ کیپ فهمیدین درس امروز اینی درسی امروز بود سبب میخواستم که خلاص کنیم خلاص نشد موضوع دیگه کلان شروع میشه صحیح این سیگنچر و ریننته و اپلیکلاین و سیمبول این درس هم سبب خیر میخوانیم تب هم خلاص میکنیم و سبب نیم ساعت در لیب هم پاکست میکنیم که چرا که روز آخری نیست بشکل کویک پارت شامل دی کمانڈ آس کنا فهمیدی اتو ٹیکساس ڈاکومنٹ فیلد و اینی کویک کلی مربوط پنچ کمانڈ برد چی میشد کویک پارت کیس واسع عبدالواسع
و عبدالواسع خب عبدالواسع خان باید